دوبس. سلام علیکم. آقا قسمت‌های قبل ما یک کتابی معرفی کردیم به نام حلیة المتقین که این کتاب رو خیلی مخاطبا خیلی زیاد سوال پرسیدن که چیه و کجاست و چطوری پیدا کنیم. من یه توضیحی در مورد این کتاب بدم. این کتاب در واقع اصل و اساسش موضوع کتاب برنامه نویسی کامپیوتر در صدر اسلامه. به چه صورت؟ طرف اومده یه سری فرمول های برنامه نویسی رو به شما یاد داده که الان به خود بیل گیتس اگه بگی مثلا اینا رو میشه برنامه‌اش رو نوشت، اصلا دسته رو میذاره فرار میکنه. مثلا گفته امام صادق، قال امام صادق، اگر فردی بین یک زن آزاد و یک کنیز بخوابد حکمش چیست؟ که خب جواب طبیعتا میشه تیریسام. بعد راضی نشده گفته حالا اگه 2 زن آزاد یک کنیز باشن چی؟ بعد دیده خب حالا که راه باز شده 2 زن آزاد 2 کنیز. بعد دیگه همینجوری ادامه داده و رفته تا 5 زن آزاد 8 کنیز و احتمالاتش رو بررسی کرده. اصلا به یه وضع عجیبی که شما همین سوال الان توی جبر و احتمال کنکور ریاضی بدی، کمر اون دانش آموز کنکوری که هیچی، اون آقای توکلی بود میگفت مداد نرم و پاک کنه کلفت، کمر اونم میشکنه. در واقع فایده اصلی این کتاب اینه که ائمه معصومین که 1-2 هم نبودن ماشاءالله، همه چی رو میدونستن و در مورد همه چیز حدیث و روایت داشتن. یعنی 1400 سال پیش یاروی علمی داشت که شما الان بری تو سایت آیت الله پشمکیان، چون ماشاءالله همشون هم سایت و اینا دارن، همون مزخرفات که رو پوست خر می نوشتن و الان میارن تو سایتشون می نویسن. برو تو سایت آیت الله پشمکیان استفتاء کن، بگو حاج آقا حکم فلش 16 گیگی که ما بخوایم بزنیم به هارد لپتاپ چیست؟ برای این هم جواب داره. یعنی میگه که قال امام باقر که اگر فلش 16 گیگی رو به لپتاپ بخواید بزنید، اگر موجب تحریک فلش یا هارد لپتاپ نشود، این مانعی نداره. ببینیم که ائمه 1400 سال پیش چون کانکت و اینا هم بودن چقدر اطلاعات دارن در مورد همه چی. فقط من نمیدونم چرا خداوند متعال اینجا درایتش خراب شده و به جای اینکه ملت و آدمیزاد رو آپگرید کنه داونگرید کرده. یعنی اون موقع طرف میدونسته که فلش و هارد و اینا، الان شما بیا به اعضای مجلس خبرگان بگو که آقا این کامپیوتر رو فقط روشن کنید، فن خودشون میسوزه. یا مثلا اون زمان خدا حضرت آدم آفریده بود، سیکس پک، هیکل، توپ، اصلا یارو لباس نیاز نداشت بپوشه، انقدر هیکلش ردیف بود. یا نمیدونم نوح، آقا طرف مهندس توپ حرفه‌ای کشتی طراحی میکرد، از این قایقای تندروی سپاه حداقل خفن‌تر بود. بعد از اون ما رسیدیم به احمد جنتی. یعنی اگه انسان اون موقع روش لینوکس نصب بوده، تازه ویندوز 11 هم ساپورت میکرده، از اون رسیدیم به انسان تحت داس که البته پیروان راستین حضرتش همونم ندارن، کلا یه دونه 0 و 1 یا بکش یا بک. خب برگردیم سر پیامبر نور و رحمت خودمون که این بزرگوار از کل 50-60 سال عمر مفیدش از مجموع تاریخ 10,000 ساله ایران که 15 جلدم هست بیشتر روایت نقل شده. یعنی از گوز نورانی حضرت شما جمع بزنی 50 صفحه میتونی روایت در بیاری. 90% این روایت هم چیه؟ روزی پیامبر و صحابه از کوچه میگذشتن، یا یکی از صحابه مثلا برای سوال پیش اومد، یا پیامبر داشت از کوچه میگذشت، صحابه از روبرو میومدن، این آینه هاشون میگیره به هم، اونجا یکی از صحابه برای سوال پیش میاد. یا اصلا پیامبر داشته تنها میرفته، بعد نگاه میکنیم ورور ببینید اصحابی در کار نیست، سوال جواب دادنش گرفته بوده، میرفت صحابه رو پیدا میکرد، انقدر میزد تا سوال ازشون استخراج کنه. یعنی انقدری که این جماعت در صدر اسلام راه رفتن و سوال تولید کردن، اگه از این ساعت هوشمندا اون موقع بود اصلا این تعداد قدم شمارش میسوخت، میترکید، انقدر این راه میرفتن. خفن ترینش هم کدومه؟ این که پیامبر و صحابه از کوچه میگذشتن، پیرزن یهودی که پای ثابت تمام روایت‌های صدر اسلام هم هست، آشغال میریزه رو سر پیامبر. چیه داستانش؟ روزی طبق معمول پیامبر و صحابه داشتن راه میرفتن، آشغال رو میریزه و اصحاب شروع میکنن پاره کردن خودشون، الان ما میریم پیرزن یهودی و با گوساله سامری پیوند میدیم. بعد برمیگردن میبینن که پیامبر یک تبسمی روی صورتش و خوشحال داره میخنده، چون اون موقع صدر اسلام هم هنوز خدا دستور نداده بود که این داستان و اینا ممنوع نشده بود
و میزدن و همه خوشحال و شاد و اینا، بگو بخند. خلاصه میبینن که پیامبر داره میخنده، میگن آجی این اینجوری آشغال ریخت. پیامبر میگه که خودتون مسلط باشین، من درتی دوست دارم. و اینا میمونن اصحاب که حاجی این درتی اصلا یه چیز دیگه است قضیهش، تو یه چیزی شنیدی، این با اون فرق داره. خلاصه اینا از اون کوچه رد میشن اون روز، فردا میان رد شن، دوباره پیرزنه آشغال میریزه. بعد پیامبر یه اینجوری میشه و بهش مزه میده، یه هر روز صحابه رو میآورده از اون مسیر رد شن، این آشغال میریخت و اینا رد میشدن و صحابه میگن بابا این کثیف، ما بعدمون میاد، دوست داری خود تنهایی بیا رد شو. خب که پیامبر میگه بی تربیت ها، اصلا دین نور و رحمت خودمه، خودم تصمیم میگیرم از کجا رد شیم. کسی هم حرف اضافی بزنه، یه دونه از اون آیه های تو مایه های مثلا بریده باد دست ابی لهب، از اونا یه دونه خیلی اتفاقی همینجا بهم وحی میشه، میدم بقیه اصحاب بزنن خشتک اون طرف که اعتراض کرده به احتجاج در بیارن، که دیگه اینجا اصحاب خودشون رو جمع میکنن. خلاصه هر روز از اون کوچه میگذشتن، یه روز رد میشن میبینن که پیرزن آشغال نریخت. میرسن ته کوچه نگران، خدایا چی شده، چیکار کنیم؟ دوباره برمیگردن، باز به آشغال نریخت، میرن با آشغال نریخت. اینا میرن و میان و انقدر اینا راه میرن، چون عادت هم داشتن موقع راه رفتن سوال میپرسیدن از پیامبر، انقدر راه میرن از اون 2-3 ساعتی که اینا راه رفتن اونجا 5 جلد کتاب در اومده، سوالات صحابه اون روزی که آشغال نریخت پیرزن یهودی رو سر پیامبر، 5 جلده. آقا این میرن اینو، بعد زیر پاشون هم راه رفته بودن 2 متر گود میشه، در حدی که میرسن به لوله های گاز مکه و مثلا شهرداری مکه داشته میومده جمعشون کنه، که یه فکر بکری به ذهن پیامبر میرسه، میگه چیز کنیم، بریم دم خونه این پیرزنه در بزنیم، شاید که مثلا اتفاقی افتاده باشه. بعد صحابه که ماشاءالله آیکیو هم همه بالا، یعنی 50 نفر راه میافتادن دنبال پیامبر، جمع آیکیوشون رو هم 50 نفر 50 نبوده، همه اینجوری میشن که آجی تو دیگه کی، چه فکر خفنی کردی و اینا. میرن دم در خونه پیرزن و در بزن و زنگ بزن و اینا. بعد نیم ساعت یک پیرزنی با صدای رنجور میاد دم آیفون، میگه کیه در میزنه. پیامبر دستش رو اینجوری میگیره جلوی آیفون، میگه منم پیامبرتون. پیرزن میگه اگه راست میگی و پیامبری یه معجزه بکن. پیامبر میگه آخه الان من اکثرا معجزاتم مال شبه، الان روزه نمیتونم. پیرزن میگه دیگه مشکل من نیست. خلاص از پیرزن اصرار، از پیامبر انکار، دیگه پیامبر آخرش راضی میشه و میگه خیلی خب باش دیگه چاره‌ای نیستش. این آسمون رو نگاه میکنه، خورشید اینجوری انگشت اشارهشو میگیره، عین این اپلیکیشن های دوستیابی اینجوری میکنه، سوایپش میکنه، خورشید میره، ماه میاد، شب میشه یهویی. بعد به صحابه میگه که خب چیز کنید، یکیتون یک کلمه تحریک کننده بگه. حالا صحابه فکراشونو میذارن رو هم و اینا، خیلی آیکیو هاشون هم بالا بوده، 2 ساعت فکر میکنن یا یکیشون چی بگه خوبه. برگشته میگه خمیر دندون. و قشنگیش چیه؟ این که اینا با خمیر دندون هم تحریک شدن اونجا. یعنی نشون میده که تاریخچه اینایی که با هر چیز بی ربطی تحریک میشن و دنبال مردم میافتن، این به صدر اسلام برمیگرده. و اینایی که تو خیابون دنبال زن و بچه مردمن، اینا مطمئن باشین که از پیروان راستین اون حضرتن. خلاصه این میگه خمیر دندون و اینا تحریک میشن یهویی، که اصلا یه جوری تحریک میشه، میخوره میره تو آسمون، میخوره به ماه، شق القمر میشه و ماه رو میزنه به 2 نیم میکنه. آقا این شق القمر رو که کرد، این اصلا پیرزن فریاد زد و کف و خون قاطی کرد و از پشت آیفون همونجا شهادتین رو گفت و اف زد، گفت بیاین طبقه 7. اینا 30-40 تایی چپیدن تو آسانسور و خودشون رسوند تا طبقه 7. پیرزن در رو وا کرد، یهو فریاد زد، گفت و چه خبر این همه لاشخور آوردی؟ 2 نفر رو به انتخاب خودت ورده بیار تو. که صحابه شروع کردن از سابقون از هم سبقت گرفتن و این که منو ببر و اون میگفت منو ببر و اینا. پیامبر پقی زد زیر خنده، گفت که جمع کنین خودتون رو لوزرا. عباشو زد کنار، حسن و حسین رو از زیر عبا آورد بیرون، چون این 5 تن آل عبا و اینا، آل عبا اون تو زندگی میکردن، گاهی میومدن بیرون یه ویتامین دی جذب میکردن، دوباره برمیگشتن داخل عبا. خلاصه حسن اینو در میاره و میرن داخل میشینن و منتها پیامبر بعدها از این انتخاب خودش پشیمون شد، چون این حسنین بچه بودن اون موقع، حسن و حسین
بعد آبرو حیثیت دین اسلام رو بردن، یعنی هی دست بزن به آجیل و میوه وردار. پیامبر میزد میگه موز ور ندارین. خلاصه حیثیت پیامبر. یا مثلا پیرزن رو دستشو گرفته بودن به زور، بیا بریم تو دستشویی، طریقه صحیح وضو گرفتن رو ما میخوام یادت بدیم. دهن بدبخت رو سرویس کرده بودن. حالا کار نداریم. پیامبر اینا نشستن و پیرزن نشست و پیامبر قبل این که بگه آقا چطوری، چه خبر، چند روز نیستی، طوری فلان، چی پرسیده باشه خوبه، برگشته میگه شما زباله هاتون رو تفکیک میکنید. پیرزن گفتش که خب آره. پیامبر گفت تفکیک نکنید. پیرزنه خود متعجب شد، فکر کرد و گفتش که باشه چی شد؟ پیامبر گفت تفکیک نکنید لطفاً هانی، این آشغالا رو که میریزی رو سر من درتی و ترکیبی و اینا دوست دارم، لطفاً آشغالات رو تفکیک نکن. اونجا پیرزن دوزاری شفته که آها اصلا داستان این نیست، من چون خیلی پیرم و صدامم در نمیاد و اینجا هم طبقه هفتمه، من این آشغالا رو از بالا میندازم پایین، میگم پسرم داری میری اینا بذار سر کوچه، ولی خب میگم من سنم زیاد، صدام در نمیاد، این نمیشنوی شما میخوره تو سرت، من عذرخواهی میکنم وگرنه من خودم شوهر دارم. پیامبر اونجا دوباره یه دونه از این ابتکارات فوق‌العاده خودش دوباره رو میکنه و شوهر پیرزنه رو برمیداره با خودش میبره یه دونه از این جنگا و غزوه ها، اونجا به فنا میده طرفو و برمیگرده مکه، پیرزن رو به دین اسلام میگرونه. ببخشید دیگه این روایت ما خورده طولانی شد، به خاطر اینکه این اطلاعات و اتفاقات صدر اسلام خیلی مشخص و جزئیات به دست ما رسیده و نمیتونیم هم ازش بزنیم. یعنی الان شما از مسئولان کشور بپرسی که امروز توی مملکت چند لیتر بنزین مصرف شد، نمیدونن، ولی این که توی آشغالای پیرزن یهودی پوست سیب بوده یا پوست کیوی بوده رو دقیقاً برات میتونن مشخص بگن. شما رو با این روایت خیلی عمیق و سنگین تنها میذارم، برین توش غرق بشین تا قسمت بعد.